السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. مریم علیه السلام در معبد عبادت میکرد و هرگاهی که زکریا علیه السلام نزد مریم میدر آمد نزدش خوراک میدید. یعنی در فصل زمستان خوراک تابستان رو میدید، یعنی که میوه تابستان رو میدید. بسیار تعجب میکرد. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا. زکریا میپرسید ای مریم از کجاست این میوه، از کجاست این خوراک، کی آورد برای تو؟ مریم در جواب میگفت قالت هو من عند الله، از نزد پروردگارم. یعنی الله متعال به مریم علیه السلام خوراک میفرستاد از بهشت. مریم علیه السلام سال تا سال بزرگ شد و در اینجا یک معجزه بسیار هم بزرگ شد. روزی از روزها مریم علیه السلام در معبد عبادت میکرد که نزدش جبرائیل علیه السلام اومد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. و در قرآن مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده‌اش کناره گرفت و در بیت المقدس می ایستاد و عبادت می کرد. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. پس مریم میان خود و میان مردم پرده کشید، یعنی از مردم دور شد. آنگاه ما جبرائیل را به سوی او فرستادیم. یعنی جبرائیل علیه السلام را الله متعال به سوی مریم علیه السلام فرستاد. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. پس وقتی که جبرائیل علیه السلام را مریم علیه السلام دید ترسید، پرسید من از شر تو به خدای رحمان پناه میبرم اگر تو پرهیزگار هستی. تو در اینجا چی میکنی؟ تو کی هستی؟ از من چی میخواهی؟ قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا. جبرائیل علیه السلام در جواب چی گفت؟ گفت من رسول پروردگارت هستم، من آمدم که برای تو پسری بدهم. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. مریم علیه السلام با تعجب گفت چگونه ممکن است مرا پسری باشد در حالی که تا اکنون انسانی به من تماس نداشته است؟ یعنی من ازدواج نکردم، من به من شوهر ندادم. چطور ممکن است که من پسردار شوم؟ و هرگز زن بدکاری هم نبودم، یعنی زن زناکار نبودم که صاحب فرزند شوم. از کجاست این فرزند؟ جبرائیل علیه السلام میگوید قال كذلك قال ربك هو علی هین. جبرائیل علیه السلام میگوید این گونه است پروردگار فرموده است، یعنی این امر پروردگار است، این کار بر من آسان است، الله متعال این را خواسته است. یعنی وقتی الله متعال میخواهد میگوید کن فیکون، یعنی این باید معجزه شود. ولنجعله آیة للناس ورحمة منا وكان امرا مقضیا. یعنی الله متعال میفرماید ولنجعله آیة للناس، این کار را
و عیسی علیه السلام را ما یک معجزه برای مردم و یک رحمت از سوی ما و سوی مردم بشود و این امری هست که در قضا و قدر کشیده شده است. اکنون در یک زمان، در یک مدت بسیار هم کوتاه، مریم علیه السلام در شکمش فرزند شد. اکنون ماند، دیگر نمیدوند که چی کار کند. از این ماجرا هیچ کسی خبردار نیست. فحملته فانتبذت به مکانا قصیا. وقتی روز تا روز کودک در شکم مریم علیه السلام بزرگتر می شد، دیگر مریم علیه السلام از مردم شرم داشت. اکنون مردم چی میگویند؟ دختری که در عبادتگاه عبادت میکرد ناگاه حامله شد، صاحب فرزند است، در شکمش فرزند است، این را کی باور میکند؟ مریم علیه السلام از معبد برآمد و به جای دوری رفت از نظر مردم. فاجاءها المخاض الى جذع النخله. وقتی شکمش درد کرد به نزد یک درخت خرمایی رفت که بسیار هم خشک بود ولی سایه داشت، جای سایگی میکافت. قالت یا لیتنی مت قبل هذا و كنت نسیا منسیا. مریم علیه السلام گفت ای کاش میمردم پیش از این و از این ماجرا فراموش میشدم. یعنی با این کودک نزد مردم چگونه میروم؟ به مردم چی میگویم؟ فناداها من تحتها الا تحزنی. فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربك تحتك سریا. و ناگهان آوازی شنید، آوازی از تک زمین بود. یعنی در بعضی روایات میگویند جبرائیل علیه السلام بود که به مریم علیه السلام گفت غمگین مباش، براستی پروردگارت زیر پای تو چشمه جاری قرار داده است. و هزی الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا. یعنی این معجزه بود که در تگ درخت خشک نشسته بود، ولی امر شد که ای مریم چیکار کن؟ درخت را بجنبان. درخت را بجنبان. یعنی عیسی علیه السلام تولد شد. عیسی علیه السلام تولد شد و در دست مریم علیه السلام عیسی علیه السلام بود. اکنون از تگ پای مریم علیه السلام آب می برآمد، آب چشمه، و همون درختی که در بالای سر مریم بود خشک بود، با قدرت الله متعال خرما کرده بود و امر شد که درخت خرما را بجنباند. وقتی درخت را جنباند خرمای بسیار تازه افتید. یعنی این یک معجزه بود از جانب الله متعال به مریم علیه السلام داده شد تا اینکه قوت بگیرد. فکلی واشربی وقری عینا. ای مریم بخور بنوش، یعنی این برای تو نوش جان است. فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. و اگر از مردم کسی را دیدی سخن نکن، بگو من روزه گرفتم، یعنی من نباید سخن کنم، امر از جانب الله است. سخن نکن، به هیچ کسی سخن نکن. اکنون
عیسی علیه السلام در دست مریم علیه السلام بود، تنها بود و دیگر در تعجب مانده بود که چی کار کنم. باید به نزد قومش برود، ولی در اونجا قومش با مریم چی کار میکنن در فکر بود. مریم علیه السلام به نزد قومش رفت. فأتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. مریم علیه السلام نزد قومش رفت، گفتن ای مریم. مریم رو دیدن در دستش کودک، گفتن ای مریم تو زنی بدکار نبودی؟ این چیست؟ این از کجا آمد؟ این پسر از کجا آمد؟ یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیه. ای خواهر مریم، در اینجا خواهر مریم، ای یا اخت هارون، ای خواهر هارون. هارون بعض علما میگویند یعنی مریم علیه السلام صفتش مثل هارون علیه السلام بود، برای همین یا اخت هارون مریم را گفتند، ای خواهر هارون، یعنی نسبت به سوی هارون علیه السلام دادند. ای خواهر هارون، پدرت مردی بدی نبود، مادرت همچنان زنی بدکاری نبود، همچنان زنی بدکار نبود. در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث از رسول خدا روایت شده است که رسول خدا یک صحابه را به نجران روان کرد، به نزد مسیحی ها. این صحابه سوره مریم را خواند. مسیحی ها گفتند چطور مریم خواهر هارون است؟ یعنی وقتی همین آیت را خوند یا اخت هارون، مسیحی ها گفتند، یعنی کریستیان ها گفتند چطور تو مریم را خواهر هارون میگویی که هارون برادر موسی علیه السلام است و بین موسی و هارون و عیسی علیه السلام زمانی زیادی است. این صحابه جواب گفتن نتوانست، برگشت و از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسید. رسول خدا فرمود در زمانه عیسی علیه السلام مردم فرزندان را به نامهای پیغمبرها صدا میکردند و مریم علیه السلام را هم یعنی هارون علیه السلام صدا کردند. برای چی؟ برای اینکه با اون یعنی مانندی داشت، صفاتش مانندی داشت. فاشارت الیه، وقتی مردم از هر طرف سخن کردند، چرا، از کجا، چه، سوال های زیاد شد. فاشارت الیه، مریم علیه السلام اشاره کرد به سوی عیسی، یعنی این را پرسید، اشاره کرد، از این پرسید، خودش سخن نمیکرد. قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا. گفتن ای مریم ما چگونه با کودک سخن کنیم که بسیار خود است، یعنی نو تولد شده است، چطور از او سخن بگیریم، چطور ما با او سخن کنیم؟ در اینجا معجزه بزرگی شد. قال انی عبد الله، عیسی علیه السلام گفت من بنده الله هستم. آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. یعنی چی؟ من بنده الله هستم، به من کتاب را عطا کرد، انجیل را، و جعلنی نبیا، و من را پیغمبر اختیار کرد. مردم خاموش شدند و بعضی ترسیدند. باز گفت عیسی علیه السلام من بنده خدا هستم، به من کتاب داده شد و مرا پیامبر قرار داده است و مرا هر کجا که باشم پر برکت قرار داده است و تا زنده‌ام مرا به نماز و زکات سفارش کرده است و مرا از مردم نیکوکار قرار داده است و مرا سرکش و بدبخت قرار نداده است
و سلام بر من روزی که تولد شدم و روزی که میمیرم و روزی که زنده برانگیخته میشوم. روزی که روز قیامت زنده میشوم. الله میفرماید این است عیسی پسر مریم، یعنی این عیسی پسر مریم است. ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون. این است عیسی علیه السلام. در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، یعنی وقتی همه این معجزات را دیدن، مردم باز هم شرک کردند به الله. در اینجا بعضی مردم به عیسی علیه السلام ایمان آوردند که بنی اسرائیل بودند و بعضی دیگر شرک کردند به الله، یعنی عیسی علیه السلام را پسر الله خواندند. ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. یعنی الله منزه است از همه گمان و از همه کمی و محتاج. به الله هیچ یاردم و هیچ یاری در کار نیست. الله برای خود پسر نمیگیرد، منزه است از همه همین کارها. اگر به کاری که بخواهد میگوید شو میشود. ولی مردم چیکار کردند؟ گمراه شدند، عیسی علیه السلام را پسر الله خواندند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند صبر الله را ببینید چقدر مردم شرک میکنند به الله، باز هم الله آنها را رزق میدهد، حیات میدهد، فرزند میدهد. گروه دیگر مریم علیه السلام را باور نکردند، گفتند تو زانیه هستی، یعنی تو زنا کرده ای، این کودک جادو است، یعنی ما در حقیقت نشنویدیم بلکه ما را تو جادو کردی. و از همان زمان یهودی ها مریم را زانیه می گفتند. یهودی ها بنی اسرائیل، کسانی که ایمان نیاوردند، مریم علیه السلام را زانیه می گفتند. چطوری که شیعه ها عایشه رضی الله عنها را زانیه می گویند، تهمت می کنند، همین طور یهودی ها مریم علیه السلام را زانیه می گویند. یعنی بین شیعه ها و بین یهودی هایی که ایمان نیاوردند بسیار در کارها، در رفتارهاشان مانندی است. حتی لباس پوشی هاشان، حتی طریق ریش ماندن، حتی طریق خوردن، طریق سخن کردن، همشان با یهودی ها یک است. و عیسی علیه السلام را پسر حرامی می گفتند. عیسی علیه السلام را پسر حرامی می گفتند. و بکفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما. و نیز به خاطر کفرشان و تهمت بزرگی که به مریم زدند در تولد عیسی هیچ شک نیست، یعنی یگان شک نیست. آنها بسیار تهمت بزرگ زدند به مریم علیه السلام، ولی در تولد عیسی هیچ شک نیست. اگر عیسی بی پدر باشد، آدم هم بی پدر و مادر است. یعنی چی جای تعجب است؟ اگر عیسی پدر ندارد، آدم علیه السلام پدر و مادر ندارد. در این جای هیچ جای تعجب نیست. الله بخواهد هر کاری را می شود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان مثل عیسی عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. مثل عیسی، یعنی مثال عیسی نزد خدا همچون مثال خلقت آدم است که او را از خاک آفرید. یعنی آدم علیه السلام را از خاک آفرید، پدر و مادر ندارد. پس به او فرمود شو، پس به تردید پیدا شد. یعنی یهودی ها در تعجب بودند، باور نداشتند که عیسی علیه السلام به پدر است. او مادرش را زانیه صدا میکردند. پس خطاب به آنها شد از جانب الله متعال: ای یهود،
از ای کسانی که ایمان ندارید به پدرتان آدم نظر کنید، آدم نه پدر دارد و نه مادر دارد، در این چی میگویید؟ بعضی از یهودی ها باور نکردند و بعضی دیگر عیسی علیه السلام را پسر خدا صدا کردند، یعنی گروه شدند و شرک به الله کردند، کفر و طغیان کردند. مریم علیه السلام از بیت المقدس رفت. وقتی سخنان تهمت و بهتان را زیاد شنید، از نزد مردم رفت به منطقه‌ای که عیسی علیه السلام را تولد کرده بود، یعنی به منطقه بیت لحم، و در همان جا عیسی علیه السلام بزرگ شد. عیسی علیه السلام در جوانی عالم بود، یعنی الله متعال به او علم داد، علم و حکمت. بنی اسرائیل از او میترسیدند، یعنی از عیسی علیه السلام میترسیدند. برای چی؟ برای اینکه بنی اسرائیل پنهان میکردند، شریعت را پنهان میکردند، یعنی هر کاری را که الله متعال حرام گفته بود آنها اون را حلال میکردند و هر جایی را که از کتابشان میخواستند پاک میکردند، از نو مینویستند. یحرفون الکلمه عن مواضعه، کلمه ها را پاک میکردند در جاشان. چیکار میکردند؟ چیزی که میخواستند همون را مینویستند. از مردم پول میستادند، یعنی به مردم ظلم میکردند و دین را یعنی به تجارت مبدل کرده بودند. اکنون پیغمبری آمده است که حقایق را برملأ میکند، یعنی آشکار میکند. از این میترسیدند، از آن میترسیدند که فکر میکردند پیغمبری نو آمده است، شریعت را نو میکند، از نسل ما این پول و مال میرود. مردم حقیقت را میشناسند. در بین مردم سخن پهن میکردند که باور نکنید و تهمت ها میزدند. در بین مردم سخن بود که عیسی بزرگ شود، این ملاهای یهودی ها هلاک می شود، یعنی از بین می رود و قدرت از دست یهودی ها می رود و در دست عیسی علیه السلام می ماند. عیسی علیه السلام راهنما می شود. این را مردم می فهمیدند. یهودی ها به منطقه بیت لحم آمدند، بسیار بودند. مریم علیه السلام ترسید که به عیسی علیه السلام آسیبی نرسد. باز با عیسی علیه السلام به بیت المقدس آمد، به جایی که به منطقه‌ای که بسیار بلند بود، در یک بلندی مثل کوه بود، آب داشت و در همان جا زندگی میکرد. انشاءالله تعالی در نوار بعدی دوام قصه عیسی علیه السلام را میشنویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت